10 چیز را در مورد نماز استخاره باید بدانید. یکی از سوالاتی که بسیار زیاد مطرح میشه، همیشه پرسان میشه، در ارتباط به نماز استخاره است. پس کسایی که میخوان در مورد استخاره معلومات کافی داشته باشن، این 10 تا موضوع یا مسئله یا نکته را در باب نماز استخاره باید بدانن. 1. اولا استخاره سنت هست. استخاره در حقیقت مشوره کردن با الله سبحانه و تعالی هست. بنابراین پس عزیزایی که میخوان استخاره بکنن این دست کم نباید بگیریم. از جمله سنت های رسول صلی الله علیه و سلم است. این یک نکته. نکته دوم، در استخاره شرط نیست که شما چیزی در رؤیایتان ببینید یا نبینید. خیلی از عزیزان ما میگوین والا ما استخاره کردیم بالاخره چیزی در خواب ندیدیم. یعنی مثل که در شب لیلة القدر باورشان این است که حتما باید یک علامات و یک نشانه رو ببینید، یا بعضی مردم میگن در شب لیلة القدر درخت‌ها رو سرچپه میبینی و نمیفهم چنین و چنان. یعنی مثل که در شب لیلة القدر شرط نیست شما حتما یک چیزی باید ببینید. در استخاره هم شرط نیست که شما حتما در رؤیایتان کدام چیز را در خواب ببینید. این نکته دوم. نکته سوم، طریقی استخاره کردن است. وضو میگیرید، در وقت خوابتان لباس پاک، جای پاک، میایید 2 رکعت نماز میخوانید به نام استخاره. یعنی نفل میخوانید، در حقیقت نیت استخاره است در او. بعد از اینکه سلام دادید، اگر اون دعای استخاره را بلد بودید همون دعا را میخوانید، اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک تا آخر این دعا. و اگر این را بلد نبودید به فارسی یا عربی، پشتو، انگلیسی، اردو به زبان خودتان دعا میکنید. پروردگارا در مورد فلان امر به اصطلاح من مجهول استم یا نمیدانم آینده او را، پروردگارا این امور به تو سپردیم، اگر به خیریم است انجام بشه، اگر نیست نشه. خلاص دعا میکنی و میخوای. این نکته سوم. نکته چهارم، اینکه استخاره در امور مشروع باشد، نه مسائل نامشروع. طرف عزم و اراده دزدی کردن داره، عزم و اراده گناه کردن داره، عزم و اراده کار نامشروع داره، میگه باش استخاره کنیم ببینیم نتیجه چی است. این درست نیست. استخاره در امور مشروع باید باشه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، در باب استخاره در امور مجهول باید باشه. قضایایی که برای شما آیندهش معلوم نیست، قضایایی که مشخص معلومه، خب نیازی به استخاره نداره این موضوع. شما در اموری که نه نفعش به شما معلومه، نه ضررش به شما معلومه، نه آیندهش به شما معلومه، نه خوب بودن، نه بد بودن، نه به خیر بودن، نه به شر بودنش به شما معلوم نیست، شما در این مورد استخاره میکنید. به طور مثال در باب ازدواج، طرف میخواد با دختر یک نفر ازدواج کنه، اما نمیدونه چطور یک خاندانی هستن، به اصطلاح چطور یک مردمی هستن، آیا واقعا گزینه خوبی است برای ازدواج، نیست، مناسب است، نیست، به اصطلاح میره استخاره میکنه. امر یا به اصطلاح موضوع به خداوند تبارک و تعالی میسپاره. پروردگار اگر به خیری است خوب، اگر نیستش تو را از من دور بگرد. پنجمین نکته، استخاره در امور مجهول است، نه معلوم. ششم، استخاره در امور ممکن هست، نه ناممکن. خیلی از مواردی در دنیا ناممکن است، شاید امکان رسیدن به نباشه. یعنی عقل و منطق سلیم ایجاب میکنه که خیلی فاصله است بین شما و بین او مورد، یا چنین چیز ممکن نیست. بنابراین او لازم به استخاره نداره، در اموری باشه که ممکن باشه. اینم نکته ششم در مورد استخاره. نکته هفتم، در استخاره باید خودت استخاره کنی. در بین مردم ما رسم شده یکی دیگه زنگ میزنه فلانی از جای میاد استخاره بکن ببین چی میشه، نتیجه چی است. بنابراین احسن‌تر و بهتر و کاملتر است که خودت باید برای خودت استخاره بکنی. و این کدام کار سخت نیست. وضو میگیری، 2 رکعت نماز میخوانی، در وقت خوابت میخوابی و به اصطلاح اون موضوعی که در بابش استخاره کردی رو در ذهن و در فکر خودت میپرورانی تا که به خواب میره. اینم نکته هفتم. نکته هشتم، اگر در یک بار اطمینان و آرامش پیدا نکردی به استخاره، چندین بار استخاره بکنید. چندین بار استخاره بکنید، نه یک بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، این تا 7 مرتبه استخاره کنید. کدام ممانعتی وجود نداره تا اینکه خوب آرامش و اطمینان قلبی به شما حاصل بشه در ارتباط به موضوعی که استخاره کردید. نکته نهم، بعد از استخاره اقدام کنید. اگر به خیرتان باشه انشالله که میشه، اگر نباشه نمیشه. چون معنای استخاره یعنی امور با الله سپردن، با خداوند مشورت کردن. شما استخاره ایتان کردید و اگر دیدید که به اصطلاح یک ذوق و شوقی در شما است به خاطر انجام هم امور، یا به اصطلاح خیلی علاقمندی دارید که بعد او کار انجام بدید، دیگه تعطیل نکنید، اقدام بکنید.
طرف میخواد یک تجارت بکنه، با یک کسی شراکت داشته باشه، میخواد به اصطلاح به خواستگاری بره در خانه یک کسی، بنان بعد از اینکه استخاره کردید اقدام بکنید. معنای استخاره است که پروردگار ما نمی موضوع را به تو میسپاریم، ما خود نمیفهمیم. اگر به خیری است یا الله انجام بشه، و اگر به شر است به خیری نیست، پروردگار این موضوع را از ما دور بگردان. یعنی همه کار اتفاق نیفته. وقتی که شما اقدام میکنیم اگر شد به خیر شما باشه خب انجام میشه، اگر نبود به خیرتان حتما خداوند او را از شما دور نگاه میکنه موضوع را، یعنی اتفاق نمیفته این موضوع. بنابراین بعد از اینکه استخاره کردین کوشش کنید که اقدام بکنید برای همون موضوع. و دهم، بعد از استخاره کردن تنها به استخاره اکتفا نکنید، بلکه از تمام ابزار، اسباب، وسایل برای رسیدن به هدفتان استفاده کنید. یعنی به این معنا که یک کسی اگر میخواد واقعا با یک کسی شریک بشه، تجارت بکنه، از تمام ابزار و اسباب چیزی که ضروری است و عقل و منطق سلیم رو ایجاب میکنه رو بعد استفاده کنید. نبی اکتفا کنی که والله من دیگه استخاره کردم هیچ چیزی دیگه در او لازم نیست. نه، آنچه که در عالم امکانات است از اسباب و از وسایل بعد از او استفاده بکنید. بنابراین عزیزان من، اینها 10 نکته بود در باب مسئله نماز استخاره. امیدوار هستم که عزیزای ما پیام گرفته باشن. موفق و مؤید باشین. السلام علیکم.